سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. بچه‌ها شما تا زمانی که نتونید تلفظ کلمی مثل نیر اکثر اوقات اکثر زبان آموزا این رو به این شکل تلفظ میکنن نیر. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما فارس زبانا نیتیو اسپیکر فارسی هستیم، سکند لنگویجمون انگلیسیه و انگلیسی آموز هستیم. ر در زبان فارسی به این صورت تلفظ میشه ر. اما توی زبان انگلیسی ر یه همچین صدایی داره. برای همین اکثر زبان آموزای فارس زبان نیر رو که در اصل میشه نر تلفظ میکند نیر، در صورتی که اصلا همچین فونتیک آوایی براش نداریم. به این شکله. پس مثال هایی داریم که براش بزنیم، مثل تیر اشک، کلیر. اون یهی که میاد بابت اون آواییه که ما نسبت به نحوه تلفظ آر داریم.